با سلام دیگر باره به بینندگان بینیاد گرامی رادیو زودی و شالای گلخوجه هستم. ساعتی 10 با وقت پراگ در روبروی شما با سرخط خبرهای روز. یعنی در اینجا ما موضوعی رو خواهیم گفت که با احتمال زیاد در برنامه خبری ما برایتان تفصیلاتش رو تقدیم میکنیم. آغاز میکنیم از نرخ گاز مایع که دیگر باره بلند رفته است. بنا به مشاهده های همکاران ما از نقطه های فروشی مواد سوخت در دوشنبه، قیمت گاز مایع در چند روز اخیر تا 40 درم بیشتر شده است. در تاجیکستان 60% نقلیات از این نوع مواد سوخت استفاده میکنند، به خصوص نقلیات مسافرکشانی و بربر. راننده ها علاقه شکایت دارند که نرخ نفت خراجات آنها را زیاد کرده است. در برنامه خبری اوید این موضوع صحبت میکنیم و بازم باید بگیم که بیشتری گاز مایع به تاجیکستان از قزاقستان وارد می شود. ساکنان چند خانه در محله سرخابی دوشنبه یک شرکت ساختمانی را در صدمه‌ای شدنی خانه هایشان گناهکار می‌دانند و به دادستانی شکایت بردند. به ادعای ساکنان 2 سال پیش بعد کندن چوبون بنا در فاصله خیلی نزدیک به خانه های آنها، دیوار منزل زیستشان کفیده و زندگی در آن خطرناک شده است. شرکت با آنها خانه وعده کرده است ولی هنوز این بنا ساخته نشده است و ساکنان تقاضا دارند که ساختمان قطع شود. تفصیلات شما میتوانید در برنامه خبری تماشا کنید. مقامات تاجیکستان در یک همایش مسئله آزار جنسی رو مطرح کردند. شرکت‌داران گفتند باید کاری کرد که دیگر کسی آزار و اذیت جنسی رو پنهان ندارد، بخصوص زنان، و هر فردی که به این کار دست میزند جزا بگیرد. توجه جدی مقامات به آزار و اذیت جنسی زنان و دختران در تاجیکستان در حالی است که در گذشته سازمان‌های بین‌المللی نیز از این کشور خواسته بودند که به این موضوع بی توجه نباشند، بخصوص در مورد تجاوز زناشویی و دیگر نوع‌های بدرفتاری و زورآوری، و باید به این نوع گناه‌ها باید جزا تعیین کنند. از جمله سال گذشته سازمان ملل متحد گفته بود تاجیکستان مثل تمام دیگر کشورهای دنیا عهد داده است که به هر گونه زورآوری و تبعیض نسبت به زنان تا سال 2030 خاتمه می‌دهد. بر علاوه اجرای برنامه‌ها برای برابری حقوق زن و مرد به گفته سازمان ملل ضرور است تا در تاجیکستان هم زنان و هم مردان کوشش کنند که باور و پیش‌قضاوت ها نسبت به زن در خانواده و جامعه و جای کار تغییر یابد. در دوشنبه علاقه به گذاشتن ارچه اساسی سال نو در مرکز پایتخت آغاز کردند. امسال ارچه از سالهای قبلی چه فرق خواهد داشت و نظر و انتظاری های مردم از جشن سال نو امسال را ما کوشش میکنیم امروز در برنامه به شما پیشنهاد نماییم. اما تا آن لحظه لازم به یادآوری است که سال گذشته بلندی ارچه 27 متر برابر با سین استقلال تاجیکستان و از 12,000 بازچه و چراغک‌ها عبارت بود. باید گفت که سال نو به عنوان عید رسمی در تاجیکستان شب 31 دکبر تجلیل می شود. تجلیل تحویل سال در تاجیکستان از زمان شوروی مانده است، ولی با افزایش عقیده های مذهبی بعضی قشر جامعه تاجیکستان از این عید کناره‌گیری می کنند، ولی در همین حال تعداد دیگر میگویند همه عید و خرسندی وابسته به مذهبی یا ملی بودنش با هدف شادمانی مردم تشکیل می شود و بهانه سرجم شدن خانواده ها در سر یک دسترخوان است. در این باره ما برای شما معلومات بیشتر میدیم و همین گونه اگر فرصت شد درباره آن میگویم که وکیل دفاعی سابق مأمور میلیسای دوشنبه که به شکنجه متهم می شود میگوید که زیر حمایش در شکنجه گناهکار نیست و کسی را شکنجه نکرده است. خب با بینندگان عزیز، این تنها چندی از نامگوی موضوع بود که من برای شما معرفی کردم. خبرهای از این بیشتر هم داریم که بعد از 30 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری به شما خواهیم گفت. ما رو همراهی کنید با امید دیدار نوبتی.